روزهای سخت و دشوار تاریخ و روزگار و ما را تا به امروز رسانده است و بزرگترین شناسه من بوده است. می ستاییم فر همه تبارهای ایرانی را، می ستاییم فر ایران را از جان و دل می ستاییم. تیرگان این یکی از شکوهمندترین هنگامه ها، جشن ها، آیین های ایرانیان برای همه ما خجسته و همایگون باد. تیرگان هنگامه است بسیار خوش، آن را پاس بداریم، زیرا که برایمان بسیار بسیار دستاورد دارد. در گاه شماری ایرانی همواره روز و ماه نام داشتند و هرگاه نام ماه و نام روز بر هم بیفتد بسیار می ستودند، آن را خوش شگون می دانستند. ایرانیان نگاهی زمان شناسانه داشتند یا آیین زمان باوری داشتند، زرونیسم، و به زمان بسیار ارج می نهادند. هر هنگامی از سال و ماه و روز برای ایرانیان بسیار شکوهمند بوده است، به ویژه اگر دو بخش زمانی بر هم می افتادند خوششگون بودند. برای همین جشن می گرفتند. جشن همچنان که می دانید یکی از ویژگی های بسیار برجسته فرهنگی ایرانیان بوده است. ایرانیان همواره در جشن بودند، از جشنی به جشن دیگر می رفتند. از ویژگی جشن آن بوده است که ایرانیان اندوه، کینه، آز، خشم به یکدیگر را به کنار می نهادند، زیرا که اینان ویژگی های اهریمنان و پتیارگان بوده است و می رفتند در کنار هم آتش بر می افروختند، به گرد آتش می چرخیدند و می خرامیدند و می رقصیدند و شادی را به یکدیگر بخش می کردند. این از ویژگی جشنی ایرانیان هست. ما مردمان جشنی هستیم، جشن فرهنگ، جشن شهر هستیم براستیم. و دیگر ویژگی که این جشن داشته است، همواره که جشن می گرفتیم کنار هم می ایستادیم و با یکدیگر پیمان می بستیم، پیمانمان را تازه می کردیم. برای همین فرهنگ ایرانیان همواره در گذار زمان از دیرگاهان همواره در گردش بوده است و به پیش نتوانستند پتیارگان و اهریمنان که به کشور تاختند این ویژگی را از فرهنگمان بگیرند. اکنون در هنگامه تیرگان هستیم. تیرگان از یک ویژگی بسیار برجسته‌ای برخوردار هست، برایتون باز خواهم کرد. دیگر از ویژگی فرهنگی ایرانیان آن بوده است که هنگامی که پیروزی های بزرگی برایمان رخ میداد است یا پیروزی های بزرگی ما میافتیم، آن را در سینه تاریخ و در گاه شماریمان میگذاشتیم و نیز اگر هنگام سوگی می بوده است، سوگ در آن هنگامی که پای میهن در کار بوده است نیز در بخش دیگری از گاه شماریمان نهاده می شده است. برای نمونه اگر نیک به گاه شماریمان بنگریم می بینیم که مهرگان از آن فریدون هست. فریدون کیست؟ فریدون آن کسی هست که به یاری دو نیروی بسیار توانمند کاوه مرتوده مردم و فرانک نماد زن ایرانی، آنان برشوریدند در برابر پتیار اهریمن آژیده ها ایستادند و چیره شدند و آن هنگام که میخواست تاج بر سر بنهد و بر گاه و تخت بنشیند، آن روز را روز مهرگان نام نهادند و این در ماه مهر هم هست و این جای بسیار بسیار اندیشیدنی است که ما چرا چنین میکردیم. این از برای آن بوده است که ما همواره در سال نه یک بار، دو بار، بارها و بارها این چهره‌های شکوهمند را فراروی خودمون بیاوریم و آنان را ببینیم و چون الگو از آنان مایه بگیریم در همبستگیمان در رزم با اهریمن. دیگر از این نمونه ها تیرگان هست. تیرگان میدانید که هنگامی که در نزد ایرانیان یادمون باشد که آب بسیار ورجاوند بوده است، سرزمینی که خشکی در آن بسیار بوده است، گاهی چندین سال نمی باریده است. از این روی آب ورجاوند است. برای همین ما ایزدان آب داریم. یکی از اون ایزدان بسیار به نام تیشتر یا تندر هست که با اهریمن اپوش می جنگد. دیگر ایزد، دیگر آناهیتا هم هست که او نیز نماد پاکی و پاکیزگی و آب و آبیاری و آب دادن و زایش هست و این ایزدان برای ما در اون سرزمین در نگاه ایرانیان بسیار ارزشمند بودن. چرا؟ برای اینکه ایرانیان
آنگونه که ما امروز میپنداریم مپندارید که ایزدی بوده است دارای پر و بالی بوده است. نه، در نگاه من آنها نیروهایی بودند، نیروهای نیکی بودند که به کار انسان می آمده است در زندگیشون. برای همین آنان ایزد شدند. ایزد به چم ستودنی. آن نیروهای ستودنی در نزد ایرانیان آب بوده است، باران بوده است، پاکی و پاکیزگی، دلاوری، راستگویی، جوانمردی و بسیار از این ویژگی‌هایی که ما داریم در. ولی تیرگان چیست؟ تیرگان دهم تیر و گاهی 13 تیر را چون نام تیر و ماه تیر، نام خود روز تیر و نام ماه تیر بر هم میافتاد جشن میگرفتند. آن چیزی که بیشتر در اینجا برجسته است آمدن پای آرش هست. آرش کیست؟ ایرانیان دیرگاهی در جنگ بودند با تورانیان، گاهی این سوی پیروز گاهی آن سوی پیروز. در این شکست و پیروزی سالیان گذشت تا آنکه شهریار ایران منوچهر برای آرایش نیروی بیشتر به مازندران و تپورستان روی می‌آورد. در آنجا افراسیاب که سپهسالار توران بود زود منوچهر را به تنگ می‌گیرد و نمی‌تواند که نه نیرو فراهم آورد و نه از آنجا بگریزد. باید چاره جست. چاره چیست؟ چاره از دو سوی هست. گویند که افراسیاب گفته است دست بالا آورید و فرمانمان ببرید. چاره از سوی ایرانیان گفت که ما میتوانیم تیر بیفکنیم. افراسیاب این رو پذیرفت، زیرا که میپنداشت تیر اندکی آن سویتر اگر افکنده شود بر زمین افتد و مرز ایران کوتاه و تنگ شود. آن چه بود؟ آن گفته بود که هر آن جایی که تیر بنشیند مرز ایران است. چه کاری دشوار و سخت. و آن کس باید این تیر را بیفکند که تیراندازی به نام باشد و توانا. با این همه تا کجا می شود تیر را افکند؟ مگر می شود مرز ایران را با این شکوهی و بزرگی با تیری آن را سنجید و اندازید؟ چه دشوار کاری، چه دشوار فرمانی. کیست که چنین بکند؟ همه از خیش پرسیدند، این از آن از این. کیست که چنین بکند؟ کدام دلاور مرد است، کدام دلاور جوان مرد است که برخیزد و تیری بیفکند تا مرز ایران آشکار شود؟ فرمان دشوار، خواسته دشوار. همه به هم نگریستند، همه از هم میپرسیدند. او به آن یکی به دیگری میگفت، دیگری به آن دیگر میگفت و این پرسش در میان همه جوانان دلاوران میگشت که آرش سر برآورد. آرش فرا آمد گفت منم آرش، نام من آرش که همان نام ایران است. این تیر را من خواهم افکند. نگاه کرد به منوچهر و سپاه به او و او را می شناختند. هنگامی که آرش فرا آمد سپند ارمیتی یا سپندار مس فرارویش رفت. گفت آرش میدانی، یا پرسید از او میدانی که چی میکنی؟ تو تیر باید بیفکنی، آیا میتوانی؟ گفت باری، من بارها تیر افکندم، تیر من تا دوردستان رفته است. میتوانی مرز ایران را تا دوردستان؟ سخت در اندیشه رفت، کاریست بسیار دشوار. سپندارمز بو گفت آرش، تو دو گزینه فراروی خیش داری. یک گزینه آن است که تیری بیفکنین، اندکی آن سوی تر تیر بر زمین بیفتد و مرز ایران آشکار شود. گزینه دوم آن است که تیر و کمانی را من به تو میدهم. من مام ایران، جان ایران، فشرده ای از سر تا سر ایران به تو میدهم. این تیر را اگر تو بر کمان کنی و بیفکنی، باید جان خیش را در آن بنشانی و جان تو آن هنگام که تیر از کمان رها می شود از تنت نیز رها می شود. کدام را برمیگزینی؟ چه دشوار پرسشی. سخت در خیش فرو رفت، اندیشید که چه کند. آن یکی نخست دشوار است. نه، مبادا که مرز ایران تنگ شود، مرز ایران کوتاه شود. مرز ایران باید که بیشترین و بسین باشد، نه تنگ و کوتاه. دویم را میپذیرم.
در دویم درنگید. او گفت اگر این دویم را بکند، جان خیش را باید از دست بدهد و در تیر بنهد. مگر می شود جان شیرین را داد؟ جان شیرین است و مقدس، مبادا که من جان خیش را بگیرم. هرگز ایزدان به من نگفتند که جانت را بگیری. جان مقدس است. و باز در خیش فرو رفت. درنگید اندکی بار دیگر. سپندار مس پرسید از او کجایی آرش؟ آیا همچنان ایستاده ای؟ آرش این بار سر برافراشت و گفت آری ایستادم، استوار ایستادم. سپندار مس تیر و کمان بدو داد، گفت اکنون تیر و کمان را بگیر و بیفکن. آرش همچنان که سخت استوار بود، گفت باید بر بلندترین ستیغ ایران بروی و از آن بلندترین ستیغ ایران دماوند باید که تیر بیفکنی. آرش استوار گام برمی داشت، گام در پی گام، و همه او را می دیدند. منوچهر از سوی، سپه سالاران از دیگر سوی و مردم از دیگر سوی، همه او را می دیدند. همه دل به دو بسته بودند. آرش باید که بر فراز کوه برود و از آن فراز تیر به دور دست بیفکند و جان خیش را در آن بنهد. و آرش رفت. آرش فرازی بر دماوند، بزرگترین بلندترین ستیغ ایران، چکاد ایران، و از آنجا روی به همه کرد، گفت شهریارا، سپاهیان، ایرانیان، مرا بنگرید. منم آرش، منم فرزند میهن ایران. من از جان ایران آمدم. اکنون میخواهم تیر بیفکنم به دور دست سرزمینم تا مرز خیش را بیاشکارانم. و گفت بنگرید مرا. رخت از تنش بکند، گفت تنم میبینید که درست است، جانم درست است و خرد من همچنان به کار و به هوش و میدانم و خودآگاهم و میدانم که چه برگزیدم، خودآگاهانه، نه آن که ناخودآگاهانه و دیگری به من به زور و ستم گفته باشد. من خود برگزیدم، جان خیش را در تیر می نهم، زیرا که میهنم باید بماند. جان من زین سپس در جان ایران می نشیند، در جان همه ایرانیان. آرش تیر در کمان کرد، کشید و رهانید تیر را. و تیر آن هنگام که از کمان رها شد، جان آرش نیز بر آن نشست. ایزد باد به همراهش شدند. همه ایزدان بیاریش شدند، زیرا که همه میخواستند ایران بماند. و تیر همچنان بر فراز آسمان میرفت، در پرواز بود از بام تا به شام. در میانه را همه به دو چشم دوخته بودند و برایش نیایش میکردند و برایش کف میزدند، هورا میکشیدند آرش آرش آرش. و آرش جانش در تیر بود و همچنان با شتاب میرفت. همچنان آرش میرفت با تیر خیش. زنان، مردان، کودکان، کشاورزان همه چشم دوخته بودند به تیر و آرش. پرندگان نیز از دور دست نام آرش را می‌خواندند. کوه و دشت بیابان، درختان، جنگل ها نام آرش را می‌خواندند. و آرش در تیر بود و همچنان میرفت. شبانگاه بر درختی کهن، درخت گوز بنشست، درخت جوز یا درخت گردو. آنجا شد مرز ایران. آنجا شد مرز ایران، کرانه آمو دریا جیهون. زان سپس که تیر بر درخت گوز بنشست، جان آرش زین سپس در سر تا سر ایران گسترد و با جان همه ایرانیان همراه شد. زان سپس هر از گاهی بار دیگر آرش بر فراز قله‌ای می رفت. آن هنگام که ایرانیان به سختی بودند، به رنج بودند، به تنگی بودند، می گفت هلا ایرانیان، منم آرش، بنگرید بار دیگر، من زندم، جان من زنده است، من همچنان زندم. و مردم دل به دو می بستند، امید می بستند، امید در جانشان می نشست، سخت امیدوار. و باز در کنار هم دیگر کمر می بستند، چکمه می پوشیدند و می رزمیدند و اهریمن را از سرزمینمان بیرون می راندند. چون آرش در تاریخ فراوان داشته ایم، بسیار داشته ایم. چون آرش
چون الگویی چون جان زنده و سرشار از زندگی همواره در سر تا سر میهنمان بوده است. پس اینگاه اگر بیاد بیاوریم در 100 سال پیش جوانی از سواد کوه، از دامنه البرز، از دامنه دماوند برخاست به نام رضای پهلوی. او دید که سرزمینش سخت به تنگی هست، به دشواری هست، کمربست و چکمه پوشید و کشور را رهانید، برد به سویی که باید میرفت. او الگو از آرش گرفت. امروز هنگام من و توست، باید که از آرش الگو بگیریم. جان او باید در جانمان باشد، او که جان خیش را برای میهنش نهاد. بیگمان جانش را بسیار دوست می داشت چون من و تو، ولی آن جانش را برای ایران نهاد. اکنون آن هنگامه هست، میهنمان به تنگی است، به سختی است، به دشواری است. همه باید چون آرش شویم. همچنان که در گفتار پیش گفته بودم، همه باید چون کاوه شویم. اکنون همه باید چون آرش بشویم. بر فراز کوه رویم، از آن فراز تیر بیفکنیم. مرز خیش را بار دیگر بنماییم و اهریمن را به دام افکنیم. این فرمانی است بر دوش تک تک من و تو. این هنگامه من و توست که باید همه چون آرش بشویم. جان خیش بر کف بنهیم، فردای امروز دیر است. بیا تا همه من از دل برون کنیم کینه و آز را. همدیگر را دوست بداریم، مهران دوست بداریم. ما همه فرزندان مام میهن هستیم، میترا هستیم، مام مهر هستیم. دوست بداریم همه من را جز پتیارگان، و بر پتیارگان نیز دل بسوزانیم و شاید آنان به راه آیند. ولی از آنان که بگذریم، همه فرزندان این میترا هستیم. میترای بزرگ، مهر بزرگ، میهن بزرگ. دوست بداریم همه همدیگرمان. در آن هنگام است که ما خوشبخت میشیم و سرزمینمان آزاد میشود. بیا تا همه چون آرش شویم. سپاس. درود بر شما.